عمم دزدیدی عمه تو رو میدوزم. ببین من رو عمم خیلی حساسانه زنگ میزنم شدم پدرت در بیارم. آقا برا آره خیالت سخت عمت در امانه. به جان مادرم قدر الان در تو روز روشن عمم دزدیدن عمه تو نمیدوزم. عزیزم نظرت چیه که تو این فصل یه ذره مایعاتو زیاد بخوریم؟ واقعا هوا آلوده است. باشه عزیزم، فقط الان هوا سرده، بریم یه چیز داغ بخوریم. فرقی نمیکنه عشقم، الان یه آب میوه بزنیم بعدش گرمم میخوریم. نظرته؟ باشه برو بگیر. بفرمایید. وای عزیزم مرسی که انقدر هزینه کردی، اصلا منو باور بخور بعد هزینه‌ام بخور. بازم نوشیدنی؟ قربونت برم آب بخور بابا، توی این هوای کثیف باید آب بخوری سردرد نگیری. یه چایی واسط گرفتم بخوریم، توی این هوای سرد میچسبه. عزیزم انقدر نوشیدنی گرفتی، من دیگه دستشویی دارم، میشه منو ببری یه پارک؟ عزیزم پارک خودت میدونی کثیفه، اصلا مریضی ها زیاد شده. بیا بریم خونمون بابا، دستشویی میریم. خونتون؟ آره ازم خونمون همین بغله، بریم دستشویی.